فوتبال بیشتر از ورزش است. فوتبال هیجان و صنعت است. فوتبال زبان مخصوص است که میلیون ها آدم را از تمام جهان به هم می‌آورد. فوتبال این کار نیست، ایجاد است. موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان. سلام. تا آغاز مهمترین و کلانترین سابقه در فوتبال جام جهان 2 روزی دیگر ماند. 32 دسته‌ای که در این مسابقات شرکت می‌کنند به قلمرو روسیه هم وارد شدند. به قول جانی اینفانتینو رهبر فدراسیون بین‌المللی فوتبال، باید این مسابقه در تاریخ جام جهان بهترین باشد. تا کجا این خواسته‌های اینفانتینو برآورده می‌شود وقت داور است. البته تا شروع بازی‌ها ما 1 روز وقت داریم. امروز درباره تغییرات خواهیم گفت که این جام جهان را از سابقه‌های پیشین فرق می‌کنند. درباره ور، کمک ویدیویی داوران صحبت می‌کنیم. این سیستم بار اول در مسابقات جام جهان استفاده می‌شود. شورای فیفا قرار استفاده ور در بازی‌های جام جهان را مهم مرتبه این سال قبول نمود. گفته می‌شود در 2 سال اخیر این سیستم در 20 مسابقه‌های مختلف استفاده شده است. از جمله در جام کنفدراسیون که سال 2017 در روسیه برگزار شد، استفاده کمک ویدیویی به داوران موفق عنوان گردید. استفاده این سیستم البته هواداران و کارشناسان فوتبال را به 2 گروه جدا کرد. گروه به این نظرند که استفاده ور اشتباه داوران را کم می‌کند. گروه دیگر ادعا دارند که استفاده این سیستم رفت بازی را سست و کاسته می‌کند. جانی اینفانتینو رهبر فیفا به نتیجه استفاده ور در موندیال نیکبین است. در استفاده سیستم ور من هیچ بدیهی را نمی‌بینم. درست است که زیر نظارت این سیستم هم خطاگی‌ها رخ می‌دهند، ولی امکان است که آنها را مشاهده کرد. بسیار کشورها این سیستم را سنجیدند و قبول کردند. برعکس نظر اینفانتینو، رهبر سابق فیفا یوزف بلاتر به سیستم ور چندان باوری ندارد. برای نفری محافظه‌کار مثل من در فوتبال ور این نوگانیه می باشد که خیلی زود به ورزش وارد شده ایستاده است. اکثر داوران هیچگاه با این سیستم کار نکردند. فکر میکنم جاری نمودن آن در جام جهانی در پیش ایستاده چندان فکری خوبی نیست. مخلصان و بازیگران خود را راحت احساس نمیکنند. اکنون درباره خود ور میگوییم. چی کاری را انجام میدهد این سیستم، چگونه فعالیت میکند و چه مقدار ارزش دارد؟ این سیستم حالتهای الهیده بازی را نظارت میکند. با مانند بودن و یا نبودن گل، در حالت غیر بازی قرار گرفتن و یا قاعده شکنی کردن بازیگر، حالتهای پنالتی، ضربه‌های جریمه‌ای و نشان دادن کارت‌های سرخ و زرد از جانب داور با بازیگران. همچنین هر یک بازیگر را در الهیدگی نظارت می‌کرده است. آفیس مرکزی ور در مرکز پخش ویدیویی بین‌المللی در قلمرو کراکوس اکسپو در کراسنگورسکی ولایت مسکو جایگیر است. تبر سباستیان وولفگان رهبر دپارتمنت اینوواسیون فیفا میگوید در آفیس مرکزی 8 نفر، 4 داور و 4 ویدیو اپراتور در بیشتر از 10 اکران هر یک بازی را نظارت میکنند. در هر یک ورزشگاه باشد طریق 2 اکران، 1 داور و 1 اپراتور لحظه های تکراری بازی را نظارت خواهند کرد. داور مرکزی هر یک بازی با دستگاه شنوایی مخصوص مجهز می شود که در حالتهای صادر کردن قراری نادرست از ور به او خبر می دهند. با قول وولفگان در راه‌اندازی سیستم ور چند شرکت به فیفا کمک می کند. فیفا دستگاه ها را از آن شرکت ها اجاره می گیرد و بعد هر یک بازی آنها را برمیگرداند. ور برای یک ورزشگاه به حساب میانه 1.2 میلیون دلار ارزش داشته است و نگاه و بینی سالانه آن به $100,000 می رسد. باید بگویم که هر یک بازی جام جهان 2018 را که در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شود، 37 کامرا و 40 میکروفون ثبت می کنند. گفته می شود صفت این بازی ها بهترین خواهد بود. همچنین جام جهان 2018 اولین مسابقات می شود که مخلصان می توانند عینک های ویرتوالی را استفاده برند، خود را در داخل ورزشگاه احساس کنند. مثلا شما می توانید در راهروی ورزشگاه برای مثال در پهلوی کریستیانو رونالدو و یا دیگو کوستا باشید. برنامه امروز ما به آخر می رسد. تا فردا موفق باشید.